خب داش امروز تریپ چیه؟ امروز تریپ کافکاه. چشمه. او تشنه است و فقط کپه بوته‌ای از چشمه آب جدایش می کند، ولی او به ضد خودش بخش شده است. یک پاره می تواند کل را ببیند. می بیند که اینجا ایستاده و چشمه درست در کنار اوست، اما پاره دیگر ملتفت چیزی نمی شود. دست بالا حدس می زند که پاره نخست همه چیز را می بیند، اما چون ملتفت چیزی نمی شود نمی تواند بنوشد. تهران 11 خرداد 1390. بله.